و من از تمام برادران و خواهران تاجیکم خواهش میکنم، خصوصا خواهران بزرگوار، صدایتان را ثبت کنید، بفرستید و من نشر میکنم. خودت نمیتونستی که زنگ بزنی حاجی میرزا را رقماش یافتن آسان است، خودت قطعش صحبت کنی اهل علم، اما خودت میگوی که من اهل علم هستم، مسلمان هستم، عالم هستم. آیا آواز زن مادر سطر نیست که شما میگی که خواهرای تاجیک برادرای تاجیک ثبت کنی من در یوتیوب نشر میکنم؟ آیا اگر اینجا 4 برادری به عقل و 5 تا گرفتن نشر کردی شما، یگان مادر اگر سخن میکرد آواز زن برآوردن در اکران، آیا این از مسلمانی هست؟ حاجی میرزا را مخاطب قرار بدید، هم برادران و هم خواهران. و این شماره واتساپ را من اینجا زیرنویس میکنم. با این شماره واتساپ صدایتان را بفرستید برای من و حاجی میرزا را مخاطب قرار بدید از داخل تاجیکستان و خارج از تاجیکستان. اگر از داخل تاجیکستان نمیخواهید که به خاطر مسائل امنیتی، کسانی که خارج از تاجیکستان هستید و خاصتا خواهران بزرگوار، این فرد را السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما برادران از سخنان حاجی میرزا رد میکنیم، چون که سخنانی که او میگوید دروغ است. در تاجیکستان یگان تنجی و امانی نیست. رود سیاه خواهین بدبخت، اگر تنجی امانی نباشه فرزندکای ما چیکار میکنن در اوجا داو کریستیان؟ اگر این تنجی نیست اولاد اما امک بچه تا خاله تا پدر مادر تا نمیگیری بیا برات دفش خواهین حتی هم خواهینو دامو گرمانیا کاورو گشتن بگیری. تنجی امانی نیست. خاک دست عبدالرحمن خیلی سوز سلامتی خوبه. ما شهروند تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی خوب بخیر سلامت انشاءالله، الله سبحانه و حفظ بفرمایه. استاد گرامی میخواستم از طریق کانال شما یک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر فتح بنده هستم از تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند خیر دوتیه. خواهش میکنم، من اهل علم نیستم متاسفانه. هر یک مسلمانی که از اسلام فرا با خبر نیست باید اظهار پشیمانی کنه که نخوندیم در وقتش. من در این بگیم عالم عالم ها و علما ها نمیدرم. من برای چی در همین کار خودم خوش میکنم که یک شخصی که در حقیقتا من شخصیتی حاجی میرزا و علمای خودم ایشان نورالدین، داملا عبدالرحیم، داملا سراج‌الدین و شخصی یک بزرگی هستن و خدمت کرده ایستادن در دین خدا، در راه اسلام. و چنین شخصایی که من نمیدونم مرد چه بگم نوجوان مرد چه بگم یا که عالم خو با علم اسلامیشون کار ندارم، با جنگم نکنه باز تکرارم شوه. میگه من مسلمان هستم، اما میگه جوانهایی که مثل من از اسلام با خبر نیستن، شور و غوغا داخته سوده آیدی وطن ما. میگه خواهرای عزیز، مادرای جوان، برادرها صدا نشر چکنه زبس کنه آیدی حاجی میرزا دمو نشر کنیم. آیا مسلمان میگه که آواز زن، صدای مادر خودش این سطر است، باید در هر جا پهن نشوه. زن مادر از بیعقلی و از سراسی مشیدن حاضی در همین واتساپ شما خیلی شما قید کرده بگیره صدا نشر بگه نسبتی وطن نسبتی حاجی میرزا شما نشر منه. آیا من خفن نشوه نمیفهمم. همین شخصایی که آواز یک زنی بگونه را، خواهر یک کسا یا که صورتش عکسش میگیره پهن میکنه، از خواهر زن و فرزند خودتون بگیره پهن کنه، آیا شما رو خوش داره؟ زنی به عقل میگیره صداش میکنه میپرتویا، شما میگیره میپرتویا، آیا همه خوش داره؟ این برادر افغانی ما که در کدام دولت هست نمیدونم برای چی گریزه شده است از وطن خودش رفته است، من سختش نرسه. آیدی دولت ما وطن ما خصوصا عالمی بزرگ ما که الحمدلله خدمتی و در دین خیلی رسیده محترم حاجی میرزا نسبتی وای سخت گفته شدن. جوانهایی که ایزا نکشیده خطون تاجیک میگیره مسلمان میگیره نشر کرده روی کرسیده آیدی شخصی که بسیاری 99 از 10% ما یعنی که اسلام این همی شخصی که بعدی 90 در نظر دارم مسلمانی نماز از همه سخنها همه اولش پروردگار رو سبب شدگان ایشون نورالدین جان یعنی که حاجی میرزا و دیگر بزرگای ما که ما یاد گرفتیم به اسلام بازگشتیم. امروز نشر منی بوش یا تشعیزو نکشته میگه که استاد عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی خوب بخیر سلامت انشاءالله، الله سبحانه و حفظ بفرمایه. آیا تو در پیش وای درس گرفته بودی؟ آیا وای استاد بوده به طرح حاجی میرزا استاد نبوده؟
شخص ندیدگی شقتش سلام نکردگی مرد هستی جوان هستی نسبتی وطن چونی خیانتو نکنی پشتو در سر بگیری مادر و فریبی هر شخصا را نخری من قبیح گپش نمیگم من بچه افغانه اما من در کامنتری دور اومدم دیدم 99 از 10% جوانای خودمون دشنام کردن حاجی میرزا را اینا بابا جان یک طرف حرام خورش میگه قبر بالا مسجد پس همش آیا همه بیچاره حاجی میرزا با شما چی کرده که قد دشنام میکنه آیا همه علماهای ما با شما چی کردن قد دشنام میکنه در کامنتری همش به زبانی کریلیکی زبانی تاجیکی خودمون دشنام کردگی آیا شما از قیامت از محشر نمیترسه آیا شما روزی جان دادن تو اوج جان داده به آسانی در قبر سوال و جواب نکیر منکر داده آیا با دستی راستون نامه اعمال گرفته آیا شما اوج بشارت در همین دنیا دادگی که در بهشت میگذره یا در بهشت درمدگی کامنترم نیست برای هر یک کلمتون جواب میتی آیا شما رو من نمیبینم حاجی میرزا نمیبینم دیگران نمیبینن بدونه که پروردگار دیده ایستاده هست و چی ملائکه دست چپ راست نکیر منکر چی میگن ملائکه گناه و ثواب نوشته ایستادن شما را و بدونه که عذاب سخت‌ترین در روز قیامت برای هر یک قدم شما با هر یک کلمت جواب میتی وطن فروش نشوی ملت فروش نشوی ما مسلمانیم الحمدلله اما این علما یا این ملا گپ داره به اهل علم خودش زنگ بزنه با حاجی میرزا گپ زنه چی شما نسبتی وطن گاو میزنی چی قدر پس میزنی برای وطن خودتون افغانستان یاردم نه یادت الحمدلله اصلاح شده است برمدن بگیم خطایشو گپ زدن با دیگراش برمده شور و غوغا نسبتی وطن داخته است نمیمونه همین جوانای ما رو در همین غریبی کار کنن از استای کامنترای بچو از استای بی عقلیشون از استای گلاساشو بسیارش در پس پنجره میره جوانو هشتونه در سر بگیری چیکار داری شما با اون ملا چیکار داری با حاجی میرزا گوش که همین اگر حاجی میرزا درست میگه او دیگرش درست میگه برای خودت مغزی گپش بگی وایس بیرهش که استاد عزیز او استاد نمیشناسه عبدالله دگجای افغان ایران من پس نمیزنم ملت افغان برادرها را نسبت وطن خودمون نسبت همین علماهای خودمون گپی پس بلند میزنه خدا هدایتون کنه خدا هدایتون کنه از خدا بترسه ای به خدا برادر عزیز در هر کجا باشه به خدا شگرانه همین تنجی و آبادی کنه همین شخصی که نسبت وطن گفته زودیان پدر و مادر عمکاش خش دوارش زندگی داره در همین وطن تنج شو شگرانه همین تنجی نمیکنه به خدا نمیفهم شما را عصبی هستم نمیفهمم نوار رو روز دیدم خیلی از ذیق شدم خواستم یک نواری کنم که گرچند من نمیدونم گوش کنم خیلی نصیحت پدر و مادرش نمیگیرم اما شاید یک از دو بفهمم که شگرانه کنه الحمدلله که همین سه چهار علما و عالمایی که در طور سر ما ماندگی هستند همه شاید سبب شن یک جوان از همین راهی بد بگردن آیا شما را چیکار کردین خانه کدمی رفتین زنا کردین دشنام کردین تحقیق کردین نه نصیحت میکنن اما یک کسی در اینترنت نمیشناسه هفت پشت نمیشناسه همه استاد عزیز یا کنه او گروه هایی که نسبت وطن گپ خبر میزنن خوی خوردگیان خیلی محمد بولو دیگرش خیلی شده نظر دارم نمیشناسه استاد عزیز استاد اومد در مکتب درس داده بود ایجا میدونی پس اکران استاد چی گام میخره بخشی برادرو غضب دارم بود سیگن پناه تو بخدا حرکت کنی شگرانه بخدا عبودی کنی والله قسم پشت هیچ کردم نه که اوید علما هم اوید ملاهای خود مگام میزنه من عصبم خراب میشه سه چهار تا انگوش شمار موندگن همین علمای خودمون الله شاهد حاجی میرزا شنوردین خیم دیگرش قدری همیو را دونستن در کو شگرانه کردن در کو که الحمدلله همیو حاضرش هستن همیو را از دست برام بچ کو کنی بعد برینه بعد دیسکتیکا قور بالا شاپ کرد خدا هدایتون کنه